بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت دوستان هستم. کانال آیفون تصویری، تعمیر آیفون تصویری در خونه. امروز خدمتتون هستم با تعمیر یه آیفون که آوردن و مشکل صدا داره و صدا از یه طرف نداریم و مشکل صدا داره و اینجور آیفون رو میخوام بهتون بگم مشکلش چیه، علتش چیه، اکثر علتهایی که در این جور آیفون ها هست. در همین اول خدمتتون عرض کنم اگه دوست دارین و ما رو قابل میدونین کانال ما رو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای جدید ما، آموزش‌های جدید ما بی بهره نمونین. هرچند خودتون استاد ما هستین ولی با این کار ما رو خوشحال میکنین، تشویق میشیم که آموزش‌های بهتری و جدیدتری، روزتری برای شما ارائه بدیم. امروز این آیفون ها آوردن و ما آیفون رو میبینیم، دکمه زنگ رو میزنیم، ما دکمه زنگ آیفون رو میزنیم و میبینیم که این آیفون ما در کل تصویر رو داره، میبینیم تصویر رو داره و صدا هم وقتی ما برمیداریم صدا از یه طرف داریم ولی صدا از پنل به داخل گوشی رو نداریم و اینجا مشکلاتی که هست ما میتونیم بهتون بگیم. تو این سری آیفون ها یه سری از مشکل میتونیم بگیم میکروفون خود گوشی هست، میکروفون پنل هست. شما دقت کنین این میکروفون پنله که ما تو اولین کاری که میتونیم بکنیم میایم میکروفون پنل رو نگاه میکنیم. اگه میکروفون پنل سیمش قطع باشه، ممکنه مورد داشته باشه، ما میتونیم این ببینین سوکت میکروفون رو در میاریم و یه میکروفون دیگر رو جایگزین میکنیم یا میتونیم از داخل خود جداشون لایمش کنیم یا یه میکروفون، کسانی که تعمیر کار هستن معمولا یه میکروفون با سالم با یه سوکت روش آماده دارن همیشه برای اینکه بتونن این کار رو تستش کنن و انجام بدن. الان من این کار رو تست انجام میدم و خدمتتون نشون میدم. خب خدمتتون عرض کنم دوستانی که کارشون تعمیرات آیفون معمولا یه همچین میکروفونی که سوکت بهش وصله رو همیشه دم دست دارن یا برای وقت به محل تعمیر اعزام میشن یا میرن در محل تعمیرات آیفون انجام بدن. این همیشه همراهشون هست که دیگه لازم نباشه در محل خیلی وقت بگذرونن یا نیاز به لحیم کاری داشته باشن. خب ما میکروفون تستمون رو میذاریم، وصل میکنیم به پنل. وقتی میکروفون تست رو وصل کردیم به پنل میایم مجددا گوشی آیفون رو میزنیم. خب میبینیم که صدا رو داریم یا نه. میبینیم که از این برای صدا رو داریم ولی در برگشت که بخوایم تست انجام بدیم گوشی رو میبینیم نه، صدای آیفون رو بازم نداریم و وقتی میبینیم آیفون صدای آیفون رو دوباره نداریم میایم چیکار میکنیم؟ باز هم میکروفون خود آیفون رو وصل میکنیم. خب میریم برای مرحله بعدی. خب از میکروفون آیفون که ما مطمئن شدیم، مرحله بعدی که میخوایم انجام بدیم میریم آیفون رو چک میکنیم. بعضی آیفون ها دو تا بلنگو داخلشون هست، یه بلنگو برای صحبت کردنه، یه بلنگو هم هست برای زنگ خوردن. ولی اکثر آیفون ها مثل آیفون های تابا یه دونه بلنگو دارن. بس اگه وقتی ما گوشی رو داخل خونه زنگ بخوره، کسی شاسی زنگ و فشار بدن و گوشی ما زنگ بخوره، فهمین که بلنگو گوشی ما سالمه، ایرادی نداره. پس مشکل از بلنگی گوشی هم نمیتونه باشه. میریم سراغ مرحله بعد که ما میخوایم کار انجام بدیم برای اینکه ببینیم سیم رفته برگشت صدا و سیم زنگ و در باز کن، یه دونه سیم در آیفون تابا. وقتی ما میبینیم که در باز کن عمل میکنه یا صدای زنگو داریم یا صدای یه طرف صدا رو داریم، پس مشکل وایرینگ هم نمیتونیم داشته باشیم، چون بقیه اتفاقی که بس با این یه دونه سیم میفته داره انجام میشه، پس سیممون هم مشکلی نداره. خب مرحله بعدی که خواهیم کار انجام بدیم، ما باید گوشیمون رو باز کنیم. حالا من گوشی رو باز میکنم بعد هم میگم خدمت.
خب دوستان ما اومدیم گوشی رو باز کردیم. این گوشی تابا هست که ما برای اینکه ببینیم مشکل صدامون چیه گوشی رو باز کردیم تا از داخل بررسی کنیم. یه دونه ایرادی معمولا در گوشی ها هست که بیشتر گوشی های کومکس و گوشی های مدل های دیگه مانند سوزوکی، مانند مدل هایی که شاسیشون با اینا فرق داره اتفاق میفته، ولی این احتمال در گوشی های تابا هم که از این شاسی تلفنی ها دارن اتفاق میفته. شما وقتی میسرانه اگه گوشی رو وقتی که شما اومدین و گوشی رو میذارین جلو گوشتون، بعد که گذاشتین جلو گوشتون شما سیستم صدا رو وصل میکنین. یه موقع اگه اومدین شاسی رو یه ذره فشار دارین، حالا بذارین من گوشی رو بذارم سر جای خودش تا بتونم کاملتر باهاتون صحبت کنم. الان گوشی سر جاشه. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ وقتی کسی زنگ گوشی رو میزنه از داخل حیاط، وقتی شما کسی زنگ رو میزنه، شما وقتی گوشی رو برمیدارین برای اینکه بفهمین که این شاسی سالمه یا ایراد داره، وقتی گوشی رو میذارین جلو گوشتون و با دستتون یه مقدار کمی با شاسی بازی میکنین، مقدار کمی فشار میدین به شاسی اینقدر که تصویر ما قطع نشه. اگه دیدین صدا قطع وصل میشه یعنی شاسیتون ایراد داره و باید شاسی عوض بشه. این شاسی ها به مرور زمان خاک میگیرن و به صورت سولفاتی میگیرن و اتصال خوب برقرار نمیکنن و وقتی که گوشی رو پنل رو باز کنیم میبینیم این شاسی ها اکثرا ببینین خوب عمل نمیکنه. اینا به مرور زمان پایه‌های داخلشون خاک میگیرن، سولفاتی میگیرن و وقتی شما شاسی رو ول میکنین خوب اتصال برقرار نمیکنن و صدا وصل میشه و شما وقتی کم باش بازی میکنین میبینین صدا وصل میشه یعنی این شاسی ایراد داره و باید شاسی رو تعویض کنیم. خب دوستان همکاران عزیز، من اومدم برد صوت باز کردم، برد صوت آیفون. این برد صوت باز میکنین شما میبینین که این سوکت این شاسی صدای ما میبینین این شاسی 6 تا پایه داره، 1 2 3 4 5 6 این پایه. در حالت عادی هم اگه شما بخواین ببینین این در این حالت که هست اتصالش برقراره یا نه، شما اگه با مالتی متر یا با اوهمتر بیاین و تست بیزر انجام بدین، یعنی در حالت که گوشی برلاش هست پایه این پایه با این پایه رو با بیزر بگیرین باید بوق بزنه، این پایه رو با این پایه رو با بیزر بگیرین باید بوق بزنه. این نشون میده که این سالمه. ولی و وقتی هم که بخواید فشارش بدین، در حالتی که فشار میدین شاسی رو یعنی گوشی گذاشته سر جاش هم باید وقتی فشار میدین بیزر تست کنین. این پایه با این پایه بیزر میزنه ولی این دوتا پایه قطع میشه و طرف مقابل هم همینطور این پایه با این پایه بیزر میزنه و دوتا پایه بالا پایین قطع میشه. این تست بیزری که میتونین اینو انجام بدین ببینین سالمه یا نه. و در بعضی وقتها هم که شما خیلی نداشته باشین اینو میتونین یه اسپری کانتاکت کلینر بالاخره به داخلش بزنین، شاید مشکلش برطرف شه، ولی بهترین راه تعویض شاسیه که مشکل برای همیشه برطرف شه. خب اگه اومدیم این کارو کردین صدا برطرف شد که مشکل گوشی حل میشه، ولی اگه صدا برطرف نشد مرحله بعد دنبال خازنای صوت میریم، خازنایی که مربوط به صدای این آیفونه که این خازنا رو هم الان خدمتتون عرض میکنم، بهتون نشون میدم که کجا این کدوم خازنا رو باید تعویض کنیم. خدمتتون عرض کنم در این برد آیفون تابا معمولا در آیفونای کامکس، آیفونای مدل قدیمی تابا که برداشون SMD نیست و بردای معمولی دارن، در آیفونای مدل‌های کالیوز، آیفونای مدل‌های مختلف یعنی مارک‌های مختلف که بردای صوت قدیمی دارن، خازنایی که 50 ولت 1 میکروفارادن و معمولا در کنار این شاسی هستن، خازنایی که مربوط به صدا، برگشت صدا از داخل دمد از داخل پنل به داخل گوشی هستن. تو این برد شما ببینین این خازنی که میبینین
خازن مربوط به صدای. البته اکثر خازنایی که رو برد هست مربوط به صدا میشن، چون کلا این برد صوت ما مربوط به رفت و برگشت صدا میشن. ولی و معمولا این خازن رو ببینید باید شما تعویض کنین، این خازن رو باید تعویض کنین، این خازن رو باید تعویض کنین. این صدا خازن در مرحله اول خازنایی که مربوط به برگشت صدا از پنل به داخل گوشی داخل خونه میشن. و در کل اگه این خازن‌ها رو شما تعویض کردین و باز هم مشکل صدا برطرف نشد، یک مرحله دیگری هست. البته این مرحله رو من بهتون میگم قبل از اینکه بخواید شما بیاین سر وقت برد صوت و خازن‌ها رو چک کنین، باید مطمئن بشین که صدا مربوط به این مشکل صدا مربوط به پنل یا مربوط به گوشیه، که این کار رو میتونین با یه پنل دیگه اگه داشته باشین داخل کارگاهتون این کار رو تست کنین که پنل دیگه رو به گوشی وصل کنین، یا یه گوشی دیگه داشته باشین به پنل وصل کنین که مشخص بشه که پنل مشکل صدا مال پنل یا مال گوشیه، که وقتتون رو زیاد هدر ندین سر عیبیابی که مشخص نشه. یعنی مشکلات حل کنین بعد بفهمین مشکل از پنل بوده. و این کارم البته راههای دیگه هم داره که میتونین وسط راه میکروفون بزنین، ولی راحت ترین کار همینه که از یه پنل دیگه استفاده کنین یا از یه گوشه دیگه استفاده کنین. گوشه دیگه استفاده کنین میفهمین که مشکل پنل سالمه یا نه، و یا اگه از یه پنل دیگه هم استفاده کنین متوجه میشین که گوشی ما سالمه یا نه. البته مشکلات کمی هم هست که مربوط به برد صوت میشه که مثل پارازیت صدا پارازیت داره، اینا مشکل برد صوت میشه که برد تغذیه میشه، برد پاور میشه، که این کم هست. این مشکلات بیشتر سر همین مشکلاتی که خدمتتون عرض کردم، بیشتر مشکلات به همین گزینه ها ختم میشه. بعضی وقتا هم احتمال داره سیم ما ایراد داشته باشه که اینم شما راحت میتونین با یه هندست دیگه چکش کنین. البته این در صورتی است که حتی زنگ خونم، زنگ پنلم و این در موردی هم میشه گفت که زنگ به صدا در نیاد که بتونیم بگیم این سیم هندست ما مشکل داشته باشه. خب دوستان عزیز، اکثر عیب‌هایی که برای صدا هست خدمتتون عرض کردم. البته فقط در موردی که صدا از پنل به داخل گوشی نداشته باشیم. دوستان عزیز تشکر میکنم که گوش دادین به ما و این ویدیو رو نگاه کردین. لطف کنید سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین که بیشتر تشویق بشین و بتونیم ویدیوهای بهتری، کاملتری، جالبتری خدمتتون ارائه بدیم. ممنون و سپاسگزارم.